سلام، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز اومدم تا لوازم اولیه‌ای که برای الگوسازی و دوخت نیاز دارین رو بهتون معرفی کنم. ببینید بچه‌ها، لوازمی که ما لازم داریم سوزن ترگه، قیچی، اتود، بشکاف اینا هستش که حالا من دونه دونه بهتون نشون میدم که متوجه بشین دقیقاً چیه. خب این سوزن ترگرده که مدل‌های مختلفی توی بازار داره. حالا یه مدلش ببینید این سوزن ترگرد یه مدلش هست که بهش میگن تحمل-واریدی. حالا توی بازار اگه برین توی خراجی فروش ها مدل‌های مختلفش رو اونجا میبینید. سوزن ترگرد برای اینه که شما الگوهاتون رو به پارچه وصل کنید تا بتونید قیچی کنید. یه دونه قیچی لازم دارین که قیچی پارچه جداه، قیچی کاغذ هم جداه. قیچی پارچه‌تون رو سعی کنید به کاغذ نزنید چون احتمال داره که کند بشه. این الان قیچی پارچه است. مداد و خودکار که تو همه خونه ها پیدا میشه، پاکن اینا رو لازم دارین. خطکش ها رو لازم دارین که حالا من بهتون میگم دونه دونه این خطکش ها چی هن. ببینید این خطکش برای اینه که شما توی جزوه هاتون بتونید الگوها رو با اندازه های استاندارد بکشید. در واقع اشله. این خطکش 1/2 برای زمانی که شما میخواید از الگوهاتون روی مانکنای 1/2 استفاده کنید یا حالا نمونه گیری بکنید دستی ببینید چه جوریه، مثلا این خطکش خیلی خوبه. این خطکش ببینید خطکش گونیا، بعد از این هلالاش میتونید بعد طراحی‌های هلال استفاده کنید و از این دایره ها برای علامت گذاریاتون استفاده کنید. این هم در واقع یه مدل از خطکش هاست که شما توی الگوسازی به دردتون میخوره، مخصوصا با خاطر اینکه میتونید زاویه های 90 رو در بیارین باهاش. متر لازم دارین. حالا این مدلش متر جمشوه که ببینید حالت باز و بسته میشه. حالا شما هر مدلی رو تهیه کردین یا تو خونه دارین میتونید ازش استفاده کنید. رولت برای کپی کردن الگوهاتون روی پارچه یا حالا موقع الگو سازی. بشکاف، قیچی کاغذ برای اینکه کاغذاتون الگوهاتون رو برش بزنید. چسب نواری که همه جا پیدا میشه. اینم کاربونه. کاربن حتما داشته باشین. پشت کاربناتون رو از چسب پهن بزنید تا مقاوم تر بشه، موقع الگو کشی دیرتر از بین بره. کاغذ الگو میخواد که من اینجا 2 نوع کاغذ الگو رو براتون میخوام معرفی کنم. ببینید به این کاغذ الگوهایی که این شکلی سفیدن میگن کاغذ الگوی پوستی. خب این خیلی خوبه برای الگو کشیدن، به خاطر اینکه شما بخواید کپی کنید راحتی. ببینید قشنگ دیده میشه موقعی که شما از این بخواید برای کپی کردن الگوهاتون استفاده کنید دیده میشه که این توی بازار باز مدل‌های مختلفی داره. حواستون باشه که حتما یه طرفش مات باشه، چون بازار که برین بعضی از کاغذها هستن که 2 طرفشون براقه، مثلا پشتش یکم براقه اما رو ماته. اونایی که براقن نمیشه روش با مداد در واقع خط کشید، حتما باید با خودکار بکشید. اونم که خب اصلا نمیشه باهاش الگو سازی کرد. اینا هم که کاغذ الگوهای معمولیه که همیشه بوده و الان هم هست. اینا هم کاغذهای خوبی هن، از این هم میتونید استفاده کنید. بعد این میشه وسایلی که شما برای الگو سازی اولیتون لازم دارید. ما بقیه لوازم هم حین آموزش من دونه دونه توی هر آموزش بهتون توضیح میدم که مثلا الان واسه این مدل چه چیزهایی رو نیاز دارید. پس این شد وسایل اولیه. سعی کنید اینا رو تهیه کنید و داشته باشید تا بریم به مباحث بعدی.